میگم ما شروع میکنیم که فیلم بگیریم، فیلم که تمام میشه تازه ما یادمون میاد که چه چیزایی باید بگیریم، چه چیزایی جا انداختیم. اگرم میخواید گچ ردیف بسازیم به این صورته. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه ویدیوی دیگه میخوایم نحوه گچ ساختن اصولی رو براتون نشون بدیم. البته راستی یه چیزی، نیما جان بیا اینجا. یه ویدیو ما ضبط کرده بودیم در مورد چوب‌بست رافعه. تخته‌هاشو نشیده بودیم. کلیتش میشه این. از اینجا میری بالا. من 2 تا ویدیو قبلی ما باشه، آموزش چوب‌بست رافعه. این سطل هم که بهتون نشون داده بودم کارایش اینه. استانبولی رو میاری میذاری روی این، دیگه نیازی نیست تا اینجا خم بشی. از بالای این گچت رو برمیداری. این شد چوب‌بست رافعه. حالا تو ویدیو دوممون هم یه سری ابزارکار برای شروع کار معرفی کرده بودیم. با چیکار کنیم یادمون رفت دیگه. تو این ویدیو ادامه‌اش رو براتون میذارم. ما بشکه آب با 5 سر تیشه یادمون رفت اینا رو بذاریم داخل ویدیو. دیگه حالا خودتون به کاری ببخشید. میریم سر اصل داستان. نظر همه استاد کالا برای ما اهمیت داره، هر کی نظر خودش رو داره. داخل استانبولی اول باید آب بریزیم. آب رو ریختی باید میای گچ اضافه میکنیم به همین راحتی. هر چقدر غلیظ‌تر باشه میشه سفت‌تر، هر چقدر آبکی‌تر باشه میشه شل‌تر، میشه گچ پشته. حالا ما میریزیم، فکر نکنم توی ویدیو کامل بخواد این غلیظی و آبکی بودنش مشخص بشه. خب حالا ما یه چند تا میریزیم، حل میگیریم، میذاریم تا گچ سفت بشه، آماده به کار بشه. اینم پنجه زنه. اون زمانی که ما شاگردی میکردیم با دست پنجه میزدیم. الان دیگه شاگردا راحت شدن. کلک میزنن، با این میچرخونن، راحت کارشون رو انجام میدن، ولی بازم تنبلن. مثل این شاگرد من تنبلن. شاگرد من که دیگه نمونه است. خب بشکی بیا این جلو ببینیم حالا تو ویدیو میفته غلیظ بودنش یا آباتی بودنش یا نه. البته یادتون باشه تو هوای سرد یه مقدار سفت‌تر کار کنید، بهتره که گچ ترک نخوره بعد اینکه کار کردید. خب این الان میشه یه گچ ایدئال برای کار کردن، نه غلیظ نه سفت. حالا اگر برگردیم یه پیمانه دیگه اضافه بکنیم دیگه پنجه خوردنش هم سخت میشه. اینجوری باید سفت که بخواد بشه شما رو اذیت میکنه. گچ باید نه سفت باشه نه شل باشه، نه ترک بخوره نه استادکار رو اذیت بکنه. این الان یه مقدار سفت تو ویدیو نمیدونم مشخص هست یا نه. خب این غلظتش خیلی بالایی. الان چیکار باید بکنیم؟ باید برداریمش، آب اضافه کنیم، تقریبا یه 7-8 دقیقه طول میکشه آماده به کار بشه. تو این مابین هم 2 بار 3 بار حل میگیری که کامل آماده به کار بشه. خب آی جهنمی تموم شد. خنده میکنی آخه همش. چرا خنده میکنی؟ بابا داریم آموزش میدیم، چرا خنده میکنی؟ خنده نکن پسر جان. جدی باش. جدی باش. خب فکر میکنم که این ویدیو آموزشیمون هم به همین راحتی تمام. یه نکته دیگه میگم، ما شروع میکنیم که فیلم بگیریم، فیلم که تمام میشه تازه ما یادمون میاد که چه چیزایی باید بگیریم،
چیزای جا انداختیم. اگرم میخواید گچ ردیف بسازید به این صورته 4 دقیقه 5 دقیقه که از ساختن این گذشت. گچ بعدی رو میسازیم، میذاریم پنجه‌زن داخل. بعد استانبولی اولمون که صفر شد، استادکار داره شروع به کار میکنه، استانبولی سوم رو میسازیم. دیگه از اینجا به بعدش همه چی بستگی به شاگردتون داره، کار رو بتونه پیش ببره یا نبره. بعد اینم استادکار که شروع به کار کرد اینو میسازه، استانبولی که خالی شد دیگه پشت سر هم سری و سر پر میکنیم، میشه گچ اتوماتوار ردیف میشه و اوکی میشه. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.